سلام به همراهان همیشگی کانال ولاراتالس. به ولاراتالس دیار قصه ها خوش اومدین. اگه تو این مسیر کنارم باشین، با لایک، کامنت یا سابسکرایب کردن ازم حمایت کنید، خیلی خوشحال میشم. اینجا جایی برای شنیدن قصه هایی که از دل آدم ها میگذره. گاهی از یک زندگی واقعی، گاهی از یک رویا و گاهی از سکوتی که هیچ وقت فرصت گفتنش نبود. من اینجام تا یکی از این قصه ها رو براتون بگم. نه برای قضاوت، نه برای هیاهو، فقط برای شنیدن. بیایید با هم دنیای قشنگ قصه ها رو بسازیم. خب، حالا وقتشه بریم سراغ داستان امروز. زمین زنده است. اسم گایا. و مثل تمام موجودات زنده‌ای که قلب دارن، قلب داره. و اون قلب ایرانه. جایی که داره اون خون رو پمپاژ میکنه. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. حالا اون خون چیه؟ اگه بهت بگم تمام مدت داشتن بهت دروغ میگفتن که نفت از بقایای فسیل‌های جانوران مثل دایناسور هاست، چی میگی؟ اگه بهت بگم که اون نفت خون گایاست، چی میگی؟ خاورمیانه جایی که رگ‌های انرژی ازش گذر میکنه و جایی که همیشه در پایین ترین فرکانس ها بوده. جنگ، خشم، ترس خاورمیانه است. اگه بهت بگم ما نگهبان قلب گایا هستیم، چی میگی؟ اگه بهت بگم که بیداری تو در این زمان چقدر مهمه، چی میگی؟ که به رسالتت آگاه شی، که بفهمی ترسیدن تو فقط داره فرکانست رو پایین میاره. زمانی که انرژیت رو بالا نگه داری، میتونی امید رو در دل دیگری هم زنده نگه داری و این یعنی چاکرای قلبت گایا قدرتمند باقی میمونه. امید به چی؟ اینکه روح‌های بیشتری بیدار بشن، که این زمینی که بارها و بارها نابود شده، این بار از من، از تو میخواد که با بالا نگه داشتن انرژی قلبمون ازش مراقبت کنیم. چیزی که غربیان میخوان قدرتی که خاورمیانه از رگهاش میگذره. من راجع به مرز جغرافیایی با تو حرف نمیزنم. من راجع به رمز کیهان دارم با حرف میزنم. بیداری؟ همه ما میبینیم که این روزهای آسونی نیست. وقتی صدای انفجار میاد، وقتی آدم ها دارن از دست میرن، طبیعیه که بترسی. و این ترس تو به این معنی نیست که شجاعت نداری. به این معنیه که قلب تو هنوز میتپه برای این خاک، برای مردم، برای عزیزانه. اما مهمترین چیزی که آگاهی به تو کمک میکنه اینه که بتونی فرکانس ترس رو تغییرش بدی. و این خیلی مهمه که بتونی در دل این تاریکی ها نور درونت رو روشن نگه داری. چرا که همیشه رنج‌های عمیق تغییرات بزرگی رو همراهش داره و قبل از این که گفته باشم آماده باشی براش. ما نیومدیم تو این دنیا که فقط زنده بمونیم. گیرن که مرگ. آیا این پایان توه؟ نه. اگه تا اینجا با من اومدین و حس کردین که این داستان داره به دلتون میشینه، ممنون میشم که دکمه لایک رو بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. با همین حمایت‌های کوچیک شما میتونم قصه های بیشتری رو با دلم براتون روایت کنم. ما اومدیم در دل این تاریکی ها نور درونمون رو، آگاهیمون رو روشن نگه داریم. اگر ببینیم که کسی در تاریکیه، اگر کسی در ترس و ناامیدیه، دستش رو بگیریم و بهش امید بدیم تا گذر کنه، تا بتونیم از فرکانس ترس دورش کنیم. ما فقط میتونیم نگران چیزهایی باشیم که میتونیم تغییری درش ایجاد کنیم. آیا تو قدرت تغییر این شرایط رو داری؟ اگر نداری، رها کن. بذار دنیا پیش بره. جاری باش و نترس و خودت رو از فرکانس ترس دور کن با آگاهی. حرف از آگاهی زدن، حرف از بیداری زدن
تا عمل کردن بهش دنیا راهه. تو کجا ایستادی؟ حقیقتا پیدا کردی نور درونت رو یا فقط حرفش رو میزنی؟ نور درونت قدرت این رو داره که امید رو درونت روشن نگه داره، که بدونی که ملت دیار عشق، ملت فهیم، شما قراره روزهای بسیار خوبی رو تجربه کنید. این خاک داره شفا میده خودش رو. خدا داره این خاک رو شفا میده. منتظر روزهای روشن باش. و اگر کسی تو قلبش ترس داره، اندوه داره، عاشقانه بغلش کن و بهش امید بده و همدلی کن. اما نترس که این جهان راه شفای خودش رو خوب بلده. زمین پر از عشقه، نیاز به ساکنین پر از عشق هم داره و تا زمانی که انسان‌ها اینو یاد نگیرن ادامه پیدا میکنه. تو در دل این تاریکی نور باش. ممنونم که تا آخرین روایت همراه من بودید. هر داستانی یه چیزی برای گفتن داره. گاهی یک درس، گاهی یک تلنگر و گاهی فقط یک لحظه فکر کردن. اگه این داستان رو دوست داشتید، لایک و کامنتاتون بهم کلی انرژی میده. و اگه تازه با کانال ورالاتارس دیار قصه ها آشنا شدید، سابسکرایب یادتون نره که قصه های بعدی رو از دست ندید. تا روایت بعدی، بدرود.